بچه بفرمایید تخم شربتی. به به چه خوشمزه است. حالا طرز تهیه تخم شربتی رو میریزین داخل یک کاسه، همش میزنید حسابی مخلوط میشه. آخه ببخشید یکم تست میکنیم اینجا. برمیگردیم به بله یکم یخ میریزیم داخلش، یکم دیگه اینا رو هم میزنیم، تخم شربتی وا میره. حالا یه مقداری داخل کاسه آب ولرم اضافه میکنیم، هم میزنیم، تخم شربتی اضافه میکنیم، باز دوباره هم میزنیم و الان بله یه مقداری عسل قاطیش میکنیم، عسل رو هم میزنیم تا حباب کنه. الان اینجوری غلیظ میشه، تخم شربتی ها قشنگ مشخصه. حالا اینجا یه مقداری چاشنی زعفرون و پودر زعفرون اضافه میکنیم. اینجا تخم شربتی ها را باز مجددا یه مقداری هم میزنیم. الان باز دوباره مجددا تخم شربتی ها برمیداریم داخل یه پارچ آب یخ میریزیم، گوله میشه گوله میشه گوله میشه گوله میشه. اینجا برای زیبایی و دیزاینش هم یه مقداری پرتقال و لیمو اضافه میشه. بعد اینجا تخم شربتی هم میریزیم داخل یه لیوان. به به بفرمایید تخم شربتی. بله اینجا یه مقداری دیگه تخم شربتی مدل آناناسی درست کردیم، اینجا تخم شربتی مدل لیمویی درست کردیم، همه مدل. اینجا تخم شربتی عسلی درست کردیم. بچه ها ببینید دقیقاً تخم شربتیه اینجوری معلق میشه. بله حالا اینجا تخم شربتی ها ریختیم داخل دستگاه هم میزنیم. تخم شربتی دیگه بعد زیادی معلق میشه، اصلا رنگش هم دیده نمیشه. ببینید چقدر قشنگ، فقط رنگ پرتقالیش میمونه. اینجا ذرات تخم شربتی ها مشاهده کنید. اینجا از طریق بله اینجا هم که تخم شربتیمون معلقه مشخص نیست، ولی رنگش و رنگ عسله. اینجا هم که دیگه پودر لیمو ریختیم، تخم شربتیمون لیموییه. اینجا هم که یه مدل دیگه تخم شربتی شیریه. بله و الان اینجا عسلیه که میتونیم روی کیکامون هم تنظیم کنیم. چقدر زیبا، تخم شربتی شکلاتی. الان اینجا هم که اومدیم تخم شربتی ها ریختیم داخل آب خیلی خنک، تخم شربتی ها وا رفتن. اینجا هم که تخم شربتی با دونه های تخم شربتی به به تو رنگ های مختلف. بفرمایید تخم شربتی. به 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 به